سلام بچه ها، امیدوارم که از ویدیویی که ما میذاریم خوشتون بیاد. تا آخر ما رو همراه داشته باشید. میخوایم یه چنجه شتر درست کنیم. این از چنجمونه، بریم که سیخش کنیم. قشنگ گوشت رو مخلوط میکنیم، بریم که سیخش کنیم. ما هر سیخی رو تقریبا 2 تا چربی میذاریم که قشنگ چرب باشه. این از یه سیخمون. بریم برای سیخ بعدی. قشنگ چرب و چیلی شده و آماده است که بره رو گاز. تو کامنت ها حتما بذارید گوشت دوست دارید یا نه. گوشت هم از کترینگ هادی خان تهیه کردیم که در استان اصفهان یکی از رستوران‌های با کیفیت هستش. تماما دستگاهشون صنعتیه. حتما اگر اومدین آرام و بیتگل بهشون سر بزنید. فعلا 3 تا دونه سیخ آماده کردیم. بریم برای 4می که به سیخ بزنیم. سیخ 4می رو هم تموم کردیم. بریم سیخ 5می. امیدوارم که پامنقلی هم داشته باشه. هر کسی که پامنقلی میدونه کامنت کنه.
اگر تا آخر ویدیو رو دیدید، آخر ویدیو میگم که پامنقلی معنیش چیه و چه کاربردی داره. دوستان تقریبا نصف سیخ دیگه مونده که تموم بشه. سیخ آخره. امیدوارم که تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه و ما را سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید. کامنتاتون هم همه رو میبینم. دستم هم کاملا بهداشتیه. با مایه شستم. فکر نکنید که بریم اینم استخجا بدیم. دیگه گوشتش تموم شد. گوشتمون تموم شد. الان میریم سراغ سیخ کردن دنبه ها که روی منقل روی گوشتا بزنیم و گوشتا قشنگ چرب و چیلی بشه. اینم از چربی ها. حالا میریم سراغ بریم گوجه ها رو سیخ بکشیم. خب سیخ کردن گوجه ها هم تموم شد. بریم که روی منقل بذاریمشون. دوستان بریم گاز رو روشن کنیم، گاز داغ بشه و چنجه ها رو روی گاز بذاریم. اول گاز رو باز میکنیم. موقعی که گاز رو زدیم کبریت رو داخل آتیش میندازیم و این ورم مثل اون ور. بریم که چنجه ها رو بیاریم روی گاز بذاریم. دوستان بریم که چنجه ها رو روی گاز بذاریم. چی شده؟ همش گوشته. بریم که رفتیم. گازمون هم حسابی داغ شده. بریم که گوشتا رو داخل سیخ
میکنیم از گوجه هامون. چه آتیشی چه آتیشی. چربی ها کار خودشونو کردن. چی شده؟ دوستان چنجمون خیلی دیگه کاری نداره، تقریبا آماده است. کم دیگه روش باشه ببریم. دوستان چنجمون سرخ شده. امیدوارم از فیلمی که گذاشتیم خوشتون اومده باشه. سابسکرایب، کامنت، لایک یادتون نره. ما رو دنبال کنین حتما. امیدوارم که تا آخر دیده باشین.